علی دایی فقط یه فوتبالیست نیست. وقتی عدد ثروتش رو دیدم باورم نمیشد. اگه تو هم میزان دارایی علی دایی رو میخوای بدونی، قسمت دوم ویدیو رو اصلاً از دست نده. در شروع یه پیش زمینه ورزشی از علی دایی بهتون بگم. علی دایی متولد 14 بهمن 1348 در اردبیله. با لقب شهریار فوتبال ایران شناخته میشه. رکورددار گل‌های ملی با 109 گل تا قبل از شکسته شدن توسط کریستیانو رونالدو. بازی در تیم‌های بزرگ مثل بایر مونیخ، هرتا برلین و پرسپولیس و کسب درآمدهای چند صد هزار دلاری از قراردادهای اروپایی داره. از فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش براتون بگم. برند پوشاک ورزشی دایی که به نام خودش ثبت شده، یکی از موفق‌ترین برندهای ورزشی ایرانیه. این برند نه تنها در ایران بلکه در کشورهای همسایه هم فروش داره و با باشگاه‌ها و مدارس فوتبال هم همکاری میکنه. سابقه سهامداری در کارخانه نوشابه‌سازی در اردبیل و واردات تجهیزات ورزشی رو داره. برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کارخانه تولید تجهیزات ورزشی در ایران هم از کارهای اقتصادی دایی میشه گفت. یه سری اطلاعات خاص کمتر شنیده شده و جالب درباره علی دایی بهتون بگم که فکر کنم خیلی براتون جالب باشه. اولیش تحصیلات و هوش تحلیلیه. علی دایی ابتدا در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد تهران جنوب قبول شد، اما بعداً دوباره کنکور داد و در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. برخلاف تصور رایج درباره فوتبالیست‌ها، او یکی از معدود ورزشکاران ایرانیه که از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده. موضوع بعدی راز شناسنامه‌ای جالب علی داییه. تاریخ تولد واقعی علی دایی زمستان 1349 اما شناسنامه‌اش به صورت رسمی 1 فروردین 1348 ثبت شده تا زودتر به مدرسه بره. این موضوع برای 3 برادر دیگرش هم اتفاق افتاده و نشون دهنده شرایط خاص خانوادگی در اون زمانه. میدونستین علی دایی به چند زبان خارجی تسلط داره؟ طبق برخی گزارش‌ها علی دایی به چند زبان خارجی از جمله آلمانی و انگلیسی تسلط داره که در دوران بازی در اروپا بسیار به کارش اومده. این توانایی باعث شد در بایر مونیخ و هرتا برلین ارتباط خوبی با مربیان و بازیکنان داشته باشه. از امضای خاص علی دایی براتون بگم. امضای علی دایی به صورت رسمی در ویکی‌پدیا ثبت شده و یکی از معدود ورزشکاران ایرانیه که امضاش در منابع عمومی قابل مشاهده است. این امضا در برخی محصولات برند دایی هم استفاده شده و به نوعی مهر اعتبار محسوب میشه. از رکوردهای کمتر دیده شده دایی براتون بگم. با 14 گل در جام ملت‌های آسیا رکورددار بیشترین گل در تاریخ این رقابت هاست. در نظرسنجی AFC و برنامه 90 با بیش از 70% آرا به عنوان بهترین مهاجم تاریخ ایران بعد از انقلاب انتخاب شد. علی دایی 2 دختر به نام‌های دنیز و نورا داره. همسرش مونا فرخ آذری از چهره‌های فرهنگی و تحصیل کرده است و خانواده دایی معمولاً از رسانه‌ای شدن دوری می‌کنند. علی دایی نه تنها یک اسطوره ورزشی و کارآفرین موفقه، بلکه در فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه هم نقش بسیار پررنگی داشته. چند تا از فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه علی دایی رو براتون میگم. کمک به زلزله زدگان و سیل زدگان. در زلزله کرمانشاه، علی دایی یکی از اولین چهره‌هایی بود که با ارسال کمک‌های مالی و اقلام ضروری وارد عمل شد. خودش شخصا به مناطق آسیب دیده رفت و در توزیع کمک‌ها نظارت داشت. در سیل گلستان و لرستان نیز کمک‌های گسترده‌ای از طرف او و برندش ارسال شد. حمایت از بیماران و کودکان نیازمند. بارها در تأمین هزینه درمان کودکان بیمار به ویژه بیماران خاص مشارکت کرده. در مواردی بی سر و صدا هزینه‌های درمانی را پرداخت کرده و از رسانه‌ای شدن اون جلوگیری کرده تا شأن افراد حفظ شه. ساخت مدرسه و حمایت از آموزش. در زادگاهش اردبیل در ساخت مدرسه و تأمین امکانات آموزشی برای مناطق محروم مشارکت داشته. از آموزش به عنوان راهی برای توانمندسازی نسل آینده یاد کرده و خودش هم الگوی تحصیل کرده‌ای برای ورزشکاران جوانه. موضع‌گیری‌های اجتماعی در مواردی مثل اعتراض به خشونت علیه زنان، فقر یا بی‌عدالتی اجتماعی مواضع صریح و انسانی گرفته. در فضای مجازی و رسانه‌ها بارها از مردم حمایت کرده و صدای کسانی بوده که صدایی نداشتند. تحصیلات و هوش اقتصادی علی دایی. علی دایی فارغ التحصیل مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریفه. دارای فوق لیسانس تربیت بدنی و دانشجوی دکترا جامعه شناسی ورزشه.
برخلاف بسیاری از فوتبالیست‌ها از ابتدای شهرتش وارد تجارت شد و با سواد اقتصادی بالا سرمایه‌گذاری‌های موفقی انجام داد. برند ورزشی علی دایی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تلفیق شهرت ورزشی با تجارت در ایران محسوب میشه. این برند نه تنها به خاطر نام مؤسسش شناخته شده است، بلکه به خاطر کیفیت بالا و حضور حرفه‌ای در بازار پوشاک ورزشی هم جایگاه ویژه‌ای داره. بیا با هم جزئیات بیشتری رو بررسی کنیم. برند پوشاک ورزشی دایی از زمین فوتبال تا بازار پوشاک. اول مشخصات کلی برند رو براتون میگم. نام برند پوشاک ورزشی دایی. بنیانگذارش علی داییه و سال تأسیسش 2009 در تهران و نوع مالکیتش خصوصیه. آدرس وبسایت رسمیش هم daiesport.com. محصولات برندش شامل تولید انواع لباس‌های ورزشی مردانه و زنانه مثل گرمکن، کاپشن، شلوار، تیشرت، ست‌های تمرینی و رسمیه. طراحی اختصاصی برای تیم‌های فوتبال لیگ برتر و دسته یک ایران و سابقه تامین لباس تیم ملی فوتبال ایران در سال‌های 2004 تا 2009 هم داشته. از ویژگی‌های متمایز این برند براتون بگم، استفاده از پارچه‌های با کیفیت و طراحی‌های متناسب با استانداردهای بین‌المللی. برندینگ قوی با تکیه بر اعتبار علی دایی در سطح جهانی، همکاری با باشگاه‌های ورزشی برای تامین لباس رسمی و تمرینی. قیمت‌گذاری رقابتی، ست‌های ورزشی با برند دایی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان عرضه میشه. خب میرسیم به بخش جذاب ویدیو که مطمئنم شما هم خیلی خوشتون میاد، ولی قبلش اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و کانال منو سابسکرایب کن که بقیه ویدیو جذاب کانال رو از دست ندید. برآورد ثروت علی دایی. طبق منابع معتبر ثروت علی دایی بین 15 تا 20 میلیون دلار برآورد شده. این رقم حاصل ترکیبی از درآمدهای ورزشی، مربیگری، تجارت، برند شخصی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع. به طور کلی درآمد علی دایی رو میتونیم تو 3 بخش خلاصه کنیم. اولی درآمدهای ورزشی. بازی در تیم‌های اروپایی مثل بایر مونیخ، هرتا برلین، آرمینیا بیلفلد با قراردادهای چند صد هزار دلاری. رکورددار گل‌های ملی تا قبل از رونالدو با 109 گل که باعث جذب اسپانسرهای متعدد شد. قراردادهای تبلیغاتی و حق پخش بازی‌ها نیز بخش مهمی از درآمد او بوده. بخش دوم مربیگری حرفه‌ای. مربی تیم‌هایی مثل پرسپولیس، سایپا، سوای قم و نفت تهران بوده. قراردادهای مربیگری او جزو بالاترین در فوتبال ایران بوده و درآمد قابل توجهی داشته. و سومین بخش فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری. برند پوشاک ورزشی دایی یکی از موفق‌ترین برندهای ورزشی ایران با فروش گسترده در داخل و صادرات به کشورهای همسایه است. سهامدار کارخانه نوشابه‌سازی در اردبیل، واردات تجهیزات ورزشی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کارخانه تولید تجهیزات ورزشی و همکاری با باشگاه‌ها و مدارس فوتبال برای تأمین لباس و تجهیزات. علی دایی فقط یک اسطوره فوتبال نیست، نماد تلاش، هوش مالی و برند شخصی موفقه. اگه بخوای به علی دایی یه نمره بدی، از 1 تا 100 چه نمره‌ای بهش میدی؟